دوستان عزیز، امروز قصد داریم که یه قسمتی از پشت پرده های امیر تتلو، مائده حجبی، امیر تتلویی که در حال حاضر در ترکیه به سر میبره رو به شما نشون بدیم. ببینید امیر تتلو، خبرهایی که تیم پشت پرده رسیده، چند وقت پیش 70 میلیون به یکی از افراد پرنفوذ داخل ایران میده. این شخص که براش مجوز بگیره، اون آدم هم خیلی آدم پرنفوذیه و اون آدم پولش رو میخوره، بعد یه دعوای ساختگی را میندازن توی کیش و بعد امیر تتلویی دیگه میاد خارج از کشور، میخواد کنسرت بذاره با لابیایی هم که با افراد امنیتی هم چون سپاه و از اون دست آدم ها داره، سعی میکنه که یه دعوای ساختگی رو نمیدونم را بندازه با اونا. بعد با این آدم یه دفعه سر و کلش پیدا میشه توی ترکیه و ما این عکس اول که منتشر کردیم گفتن که این ماده و جبری خالکوبی نداره، اینا چیه فلان اینا، مثلا قضیه رو ماسمالی بکنن اولش، چون امیر تتل نمیدونست داره ازش عکس گرفته میشه توسط بچهای تیم پشت پرده. بعد از اینکه لو میره این پست رو منتشر میکنه، میگه که اون عکس بده، حواسم نبود، عکس گرفتین، اینو گذاشتم که راحت باشید دیگه، دید قضیه نمیتونه جمع بشه. بعد جالبه که امیر تتلویی که خودش دم از این میزنه که باید افراد با حجاب باشن و فلان باشن و اینا، جالبه اونجا میاد میگه که تازه روز کنسرت هم اگه افتخار بده براتون که از هنرش اجرا میکنه. این امیر تتلو حزب باد که آدم چی بگه راجع به آدم. اما وحید خزایی که از همه اینا فاضل آبتره، خیلی جالبه که میاد اول توهین میکنه به مائده و تتلو که فالوورا رو ببره بالا، حواسا رو هم به سمت تتلو ببره چون آدم منفوری هستش و خودش هم اینو میدونه. میگه که من اگه توهین بکنم بگم طرفدار به سمت وحید امیر تتلو شیفت میشه برای کنسرتی که امیر تتلو میخواد بذاره. بشنویم. امیر تتلو الان با مائده نشستن دارن نماز میخونن، مائده هم اصلا اینجوری نمیکنه، امیر هم اصلا نگاه نمیکنه. امیر طبیعتش چجوریه داداش؟ ردیفه. این مائده 17 سالشه، 7 سالش نیست. امیر تتلو طبیعتش عالیه نه؟ عجب. بعد میخوای پست بذاری واسه مردم یه چشمه از هنراشو به رخ مردمی بکشی که فقط حمایتش کردن و گریه کردن و بابت تشکرهایی که مردم ازشون کردن. مائده از رقص خوشگلش تو کنسرت سلطان امیر تتلوی مقصود دو 8 شهریور اجرای نمایش کنه. چه تصادفی سریع گرفتنش، سریع دادنش به تو. مثلا این وحید مرادی که تصادفی کشتنش، چقدر سریع. اینا همش ربط داره به تحریما که شروع شده، نه به ساندویچ خوری، نه به کنسرت امیر تتلو پاچه خار. امیر تتلو الان کلا وحید خزایی از باد پشه هم سعی میکنه خودش رو با بکنه. توی ویدیو بعدی که مثلا مال چند ماه قبل هستش، ببینید امیر تتلو رو تگ میکنه، نوشته سلطان، نمیدونم چشم، هر چی تو بگی من گوش میدم و از این شروورایی که هم دیگه رو تگ بکنن، پاسکاری میکنن به هم دیگه. بشنوید حالا صحبتای امیر تتلو. داداشی وقتی یه کاری رو یه بار انجام میدی نمیشه، دوبار انجام میدی نمیشه، 3 بار انجام میدی 70 نفر میان، 4 بار انجام میدی 80 نفر میان، 100 نفر میان، میای منت میکشی نمیشه، میای میرخصی نمیشه، میای مشروب فری میدی نمیشه. داداش یعنی طبیعت نمیخواد این اوده اینجا یه ذره بذارمش مرتب. یعنی طبیعت نمیخواد که داداش تو یه کاری رو انجام بدی، چون اینکه شما مهمونی بگیری دختر بیاد اونجا مشروب بخوره، ببرن دختره رو 1000 بلا سرش بیارن، در شأن و در معرفت شما نیست داداشی. عرضم به حضورت که من اگه جای شما باشم اه اه سعی میکنم مکانی بزنم که توش از این اتفاقا نیفته. اونجا حتما طبیعت کمکت میکنه. یا برمیگردم ایران یه رستوران میزنم به اسم خودم. به همین راحتی وحید خزایی از هم دیگه اسکی میرن. بعد جالبه همین وحید خزایی که الان داره مدام فوش میده به رهبر، واقعا پول با آدم ها چه میکنه. ببینید نوشته رهبرم ایران آقای سید علی خامنه‌ای کیست و شروع میکنه از این نوع صحبت کردن و پست میذاره. واقعا معلوم نیستش که این آدمی که کراک میزنه کوک میزنه فازش چیه این وحید خزایی. من برای نمونه برای شما گذاشتم ببینید که حالا این وحید خزایی خیلی جالبه دیگه. ببینید زیاد متوجه میشید. الان نگاه کنید توی پست بعدیش چجوری به مائده و جبری توهین میکنه و وحید خزایی که اینجا در این پستش حمایت کرده
نمیدونم قلب میذاره. حالا این آدم وحید خزایی توی این پست ببین چیکار میکنه. این پستم واسه مائده. جنده خانم مادر قهوه، به چه قیمتی گریه مردم ایران در بردی؟ جنده کیرم تو کست، کیرم تو اون کست کیرید، کیرم تو اون کونت مادر جنده، کیرم تو اقوامت، کیرم تو کل فک و فامیلت خال کسته. اشک کل خود من واسه تو جنده اش ریختم، کیرم تو کست ننت مادر جنده. من خودم واسه گریه کردم خال کسته، مادر تو گاییدم، کیرم تو کست ننه پشتبنده، پشتبندتم گاییدم، پشتبندتم گاییدم، کیرم تو کست ننت، کیرم تو کست ننت. اینم از طرف کل مردم ایران. هر کی که واسه تو گریه کرد خودش یک کیر داشت که داشت، نداشت کی رو داشتش تو کست جندت مادر جنده کیری. خودت از ریخت انداختی، خودت از همه چی انداختی مادر قرار. مردم ایران دوستت داشتن جنده دوزاری. برو همون کست کیرو تو وسط اون یکی ساندیسکو امیر تتل کنسرتشون غیر بده، کیرم نه نعمتون ازدن. این پستم واسه بله از این چیزا زیاد میگه. حالا یه پست دیگه وحید خزایی رو بشنویم. داشت امیر تتلو با قدرت به آقا خامنه‌ای ثابت کرده خودشو بارها و بارها. هر جا احتیاج به یه حاشیه‌ای خیلی خفن بوده امیر تتلو رفته رو ناو خلیج فارس حالا اونجا این آدمی که خونده اینجوری تیکه تا 6 ماه میندازه ایران میگفتن نه امیر رفته اونجا. یادش نمیاد این پست. احتیاج به حاشیه‌ای داشتم به نام زندان، به یه قاضی حرومزاده، یه سناریوی خیلی بلند. مائده پیش امیر تتلو در تازه خود داشت برقصه تو کنسرتش. اینا همش وقتیه که تحریما شروع میشه و از شهریور اوج و شدت میگیره. از 20 تیر تحریما شروع شد و از اول توجه شهریور کردید وحید اوجش. خزایی اطلاعات سیاسی جالبی میده. شهریور ماه و این شخص که درک کمی از سیاست داره دیتاهای خوبی رو داره از مسائل سیاسی داخل ایران. مشخص هستش که به این آدم داره خط و ربط سیاسی داده میشه و حالا به زودی پشت پرده‌های سیاسی این شخص هم منتشر میکنه. مدت میگیره. زمانی که وحید مرادی رو با برنامه ریزی خیلی قشنگ کشتن. امیر تتلو هم که دم از ناموس میزد و چادر اینا مایده رو میخواد بیاره کونه شما واسه غیر بده، به ما هم گیر میده میگه چرا به سران فوش میدی. مثل داوود هزینه همشون مملت شدن چرا به سران فوش میدی. کیرم تو کست رن خامنه کونتون بسوزه. بازم هست حالا یه ویدیو دیگه هم. داش امیر تتلو سابق و امیر تتلو امروز راه من تو دیگه اصلا جداه. از خدا باید بهترینا رو میخوام ان شاءالله هر چی تو دلته بعد اتفاق بیفته. تو عاشق ایرانی، عاشق آقایی، عاشق هواداراتی، همه رو به یو فیوز نماز ترون دعوت کلا کردی، رفت یه همه رو به چیزای بحث دیگه. مثبت دعوت کردی، به طبیعت مثبت. پسر انرژی تو هستی، پسر طبیعت تو هستی، ولی منتهای مراتب راه من تو دیگه اصلا جداه. اگر بهت گفتم تو پیجت اضافه کن امیر ایران و گوش کرد دمتم گرم. الان میگم اون امیر ایران رو بردار، ایشالله ماهده کسکونش رو خوب برات غیر بده تو کنسرتش. به هر حال اون دختر 7 ساله بود که تو میگفتی چرا حجاب نداره، این 17 سالشه. به هر حال جنده از همین الان خوب دارید بار میارید یارو رو. جنده پرور به هر حال انقلاب اسلامی ما، جنده پروره. تو بغل عراقی‌ها ناموسمون رو میدن. الان هم آورده که امیر تتلو جنده خوب بسازه از ماهده. کنسرت تو مبارک. نمیدونم حالا چرا این اتفاقات داره میفته، اما من یک توضیح جالب رو در کانال تلگرامی برام پشت پرده گذاشتم که بد نیستش که شما هم این پازل رو حل بکنید. نوشتم که این پازل رو شما حل کنید. راه و نقشه و مسیر این سلبریتی رقصنده همونیه که وحید خزایی فاضلاب طی کرده. سنت شکنی در اینستاگرام با رقص خود، دقیقا مثل همون سنت شکنی که وحید خزایی کرد عکساش رو منتشر کرد. برخورد نکردن با او و جذب فالوور تا حد شاخ و سلبریتی شدن. میدونید که با وحید خزایی این اتفاق افتاد، باش برخورد نشد، این آدم خوب باش برخورد نشد و مثل خیلی افراد دیگه. بازداشت سوری در زمانی خاص مانند مرد تلگرامی که اون زمان وحید خزایی بود که زمان تحریم‌های مردمی خودروی ایرانی بود و پرت کردن حواس‌ها، درست همانند الانی که خیلی از مردم درگیر سکه بودن و نمیدونم درگیر گرونی ها بودن و با این حاشیه‌ای که اتفاق افتاد همه چیز فراهم شد که بخوام فراموشش کنم. مصاحبه سوری و اعتراف مطلوب صدا و سیما در حالی که هیچ نهادی بازداشتش رو تقبل نکرده، چه برسه به مستند اعترافش رو. و یک چیزی جالبتر به شما بگم که ساعتی پیش من داشتم با الاز قاسمی که از این رقصنده ها صحبت میکردم، یکی از این رقاصا داشتم صحبت میکردم، میگفتش که موقعی که از ما مصاحبه گرفتن، الاز قاسمی در حال حاضر در کانادا به سر میبره، گفتش که
مورد ما اصلا اونجا اجازه نداده بودیم که مصاحبه ما برای تلویزیون باشه و گفته بود که بدون اجازه ما این مصاحبه پخش شد و به ما گفته بودن که این برای قاضی هستش و در درج در پرونده شما و دقیقا این اتفاق داره میفته. آزادی فوری بدون پروسه در جایی که برای یه چیز ساده دمار از روزگار آدم در ایران در میارن و خیلی از آدمایی که تو ایرانن میدونن این قضیه رو که آدم‌ها رو به همین راحتی از زندان آزاد نمی‌کنن که طرفو ظرف 24 ساعت آزاد کردن. بعدش هم روانه کردن به ترکیه که شده مقصد آغازین این گروه که مشخصا درآمدشون از تبلیغات قمار و تجارت‌های نامعقول، چیزی که ما بارها گفتیم و جدیداً هم ترکیه این قانون رو تصویب کرده که اگر شخصی گواهی سوء پیشینه از سفارت نیاره اقامتش رو تمدید نمی‌کنه. او دختر 17 ساله است که هنوز چیزی از سیاست نمیدونه و در پایین هم ما اومدیم یک پازل دیگه حل کردیم راجع به اون رقصنده خانم الناز قاسمی که به زودی مصاحبه اسکایپی با خانم قاسمی داریم و توضیحاتی رو در این خصوص میدیم. مرسی که با ما بودید. حتما کانال برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، لایک بزنید و به اشتراک بذارید. سپاسگزارم.